با اسم مبارک نام وطن درود میگویم به همه شما بیننده های نهایت عزیز و صاحب دانش و ذکی تلویزیون سفینه. این سلسله برنامه دنیا پر از جوانی است. مهمان کاشانه های شما و طول چند دقیقه در برنامه با شما هستم. من سید انور بابا جان. واقعا وقتی که نام مبارک وطن را بر لب میاریم یک فضای احترام وجود ما را فرا میگیرد که این واقعا خوشبختی است، چون ما در یک وطن آباد و آسوده، در یک وطن تنج و سرتاسری صلح و ثبات با نام تاجیکستان بیشتاسا زندگی میکنیم. از این برمی آید که ما رسالت خویش را باید به جا بیاریم، رسالت فرزندیمون که به گردنمون قرض است. این دوست داشتن وطن، احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی، ارج گذاشتن به بزرگان این ملت و اینچنین همون رسالت کوچک دیگری که برداشت داریم همچون فرزندان همین مادر رمزیمون، این که خوب بخوانیم، تحصیل کنیم، قیمت همپیشگان را بدانیم، احترام بزرگسالان را به جا بیاریم. اون وقتی که هر لحظه پیش روی ما است به قدر اون برسیم و البته به خاطر پیشرفت و رشد و نمو و نشء و نمای خویش و ملت و دولت تلاش بورزیم. و بار دیگر هموطنان عزیز، من به همه شما سلامتی، عمر بردوام آرزو میکنم. مهمانان ما هستند امروز در استودیو خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر دوشنبه که من ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و به برنامه ما آمدید. خب موضوع ما موضوعی هست که من فکر میکنم هر نفر باید حداقل به خاطر احترام به این وطن، به خاطر احترام به مادر اصلیش چند جمله گفته باشد، چون دوست داشتن وطن این از گوشه ایمانداری است و هر که وطنش را دوست می‌دارد، هر که خاک و آبادان این سرزمین را احترام می‌گذارد، اون دیگر یک شخصیت کامل، یک فرزند آبرومند همین دیار به حساب می‌رود. تربیت و تندرستی به اندیشه شما از کجا منشأ می‌گیرند و والدان امروز چه مسئولیت دارند برای کودکان خویش را، فرزندان خویش را در روحیه خوب وطندوستی و وطنداری و میهن پرستی تربیت کنند و در دنبال همین جمله ها این که دیگر آموزگار چه رسالت دارد برای تربیت خوب فرزندان همین ملت در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی و خود آگاهی ملی. ای وطن مهراب و ایمانم تویی، وارثی اولاد سامانم تویی، جنتی زیبای ارمانم تویی، تاجیکستانم تویی. در حقیقت هم وطن کلمه زیبا، روان، گوارا، 5 حرف اما جهان معنا زیر آن نهفته است. موضوع وطن دوستی، وطنداری از زمانهای قدیم، حتی از زمان ادبیات کلاسیک نیز در ایجادیات ادیبان کلاسیکی ما فراوان استفاده شده است و فردوسی بزرگ چطوری که ما میدانیم سر و سر شاهنامه خود از محافظت وطن، وطن دوستی و حمایه مرز و بوم می باشد و می گوید همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. در هر دور و زمان همین فرزندان فرزانه ملتی تمدن آفری تاجیک با همون وظیفه و گویم که وظیفه هایی که به دوش گذاشته شده بودند در هر مورد توانستند در هر دور زمان وطن خود را نیز محافظت کنند و در زمان صاحب استقلالی نیز یکی از فرزندان فرزانه خلق تاجیک محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت نیز همین رسالت گذشتگان ما را در ضمیر هموطنان، در ضمیر ملت جایگیر نمود. البته نه تنها با سخن بلکه با عمل، با همون وعده که گفته بودند که من با شما صلح می آورم در حقیقت هم عمل کردند و روز به روز یعنی ساعت به ساعت همین کوشش های تلاش های ایشان هست برای پیشرفت و شکوفایی سرزمین عزیزمان. واقعا پشت همین همه زحمت و تلاش ها این مقصد اساسی پیشوای عزیز معظم ما این تربیت وطن دوستی، حمایه کردن مرز و بوم، پاسداشتن نیاگان ما می باشد. مادر و پدر امروز چه رسالت دارد به اندیشه شما؟ یعنی ایشان باید فرزندان خویش را در کدام روحیه تربیت کنند؟ ما مفهوم وطن را نه تنها به زبان بلکه در عمل باید حس کنیم، درک کنیم. اگر هر یک پدر و مادر مثلا خود برای دوست داشتن وطن، یعنی دوست داشتن وطن در واقع در اساس یعنی عملا گویم
هر یک وظیفه که به دوش ما هست ما باید همان وظیفه رو صادقانه اجرا کنیم. مثلا خود شما فرزندانتون را چگونه میخواهید در روحیه وطن دوستی تربیت کنید؟ مثلا با کدام عمل و کردارهایتان؟ خب در عائله مثلا همین فرزند با پدر و مادر نگاه میکند و رفتاری او را تکرار میکند. من کوشش میکنم که اول باید خودم با دوست داشتن وطن هم در گویم که در محیط عائله و هم در جامعه، یعنی دوست داشتن وطن را اثبات کنم تا اینکه فرزندان من از من عبرت گیرن، نمونه عبرت باشند. خب شما معلم عزیز در مورد اونه که رسالت پدر و مادر را در تربیت فرزندان در روحیه وطن دوستی چگونه میبینید؟ زی عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. بله. این مصرع‌های بهترینی حبیب یوسفی است که دایر به عشق وطن، دایر به دوست داشتن وطن گفته است. بله. پدر و مادر من مرا به همین روحیه وطن دوستی، دوست داشتن وطن از خردیم تربیت کردند. بله. آن کس به من میفهماندند که خونم، علم آموزم در یک گوشه، یعنی در یک گوشه همین جامعه هم باشد سهم خود را گذارم تا اینکه بر وطن خود کمی هم باشد سهم گذارم و پیشرفت کنم. اگر همین کودک از خردی هم پدر و مادر، هم معلم و وطن دوستی، در روحیه وطن شناسی، در آباد و زیبا نگاه داشتن وطن کودک را تربیت کند، کودک یک چیزی است که وی خود از خردی محتاج تربیت است، محتاج و مثل یک خیمچه تر از هر کجا که رفت تاب میخورد و تاب دیم و میتواند که در همان ساحه رود. من که خودم پداگوگ هستم همین چیز را پای میبرم. اگر که از خردی پدر و مادر تربیت کند، کودک نیست تا کلان شدن و روحیه همین وطن دوستی و وطن داری نه تنها در فهماندن، این چنین خواندن اثرهای بدیعی، این چنین فهماندن، خواندن کتابچه ها هم در زندگی، هم از جهت علمی، هم از جهت جامعوی معنوی کودک را تربیت کنند. اگر وی به روحیه وطن دوستی تربیت می‌یابد. بله، واقعا آغوش گرم این وطن فرزندانی که از گریبان این وطن گیرن تربیت نمی کند. این آغوش مهربانی است، این آغوش گرم است، این آغوش هست که میخواهد فرزندان تربیت کردهش افتخارآورش باشند. چخلی که استاد بزرگ لایق شیرالی میگویند وطن سر می شود از گاهواره ز شیر پاک و از پیستان مادر، وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته است دستان مادر. واقعا هم وطن این سرزمین است که ما در آن به دنیا آمدیم و در آن زندگی میکنیم، عمر به سر میبریم، از هوایش نفس میگیریم و ما باید که به همه آن آزادی که ما در وطن داریم، به همه آن مقدساتی که برای ما وطن داده است به آن ارج گذاشته باشیم و وطن خود را دوست داریم و فرزندان خود را نیز در روحیه وطن دوستی و وطن پروری تربیت نماییم و فرزندان را ما چگونه که میگویند عائله یک چیکه خوردی دولت است و ما میتوانیم که هر یک پدر و مادر میتواند فرزند خود را با همون تربیه درستی که در عائله میگیرد در آینده آن نسل خوبی برای دولت و برای ملت شده باشد و میتواند که در هر گوشه و کنار دولت که خدمت میکند این هم خدمتی اول همان مادر است که فرزند را تربیت کرده است و چنین یک فرزندی با ننگ و ناموس را هدیه میکند به وطن، به ملت. در دل کوچک من مهری بزرگی وطن است، وصف کشور به صد آهنگ سراینده منم. واقعا هم این وطن را باید وصف نمود، زیرا میهن عزیز ما شایسته همه گونه تعریف و ستایش است و این وطن را باید صافدلانه و بی‌غرضانه دوست داشت، نوابسته به شیب و فراسا، غم و شادی یا تضادهایی که دچار دنبالگیر زندگانی‌اند، باید که محبت ما به وطن کشته نگردد. شاعر استاد محمد غایب راحت ملکی بیگانه را عذاب و عذاب وطن را راحت نامیده است.
راحت بود آن جای عذابت وطن است. آن جای که یابی سرحسابت وطن است. آسوده نخوابی تو به ملکی دیگر، آسوده برد به کوچه خوابت وطن است. و واقعا هم درست گفتید که وطن مادر رمزی ماست و چنانه که استاد لایق هم گفتند چشمه هایت چشمه شیر و سرود، قله هایت صدر پیغام و درود، خاک پاکت ساحتی بود و نبود، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. سلامت باشین. تشکر. خب وابسته به موضوع تربیت وطن دوستی، احترام گذاشتن به این سرزمین، در مؤسسه‌ای که شما تعلیم میگیرین آموزگاران درس‌های تربیوی میگذارند؟ بله البته درس‌های تربیوی در این موضوع‌ها گزارنده می‌شوند. وظیفه اصلی ما در عین حال خواندن است و هرچی بیشتر فن‌های تعلیمی را بیاموزیم و در عین حال کتاب‌های بدیعی را نیز بخونیم تا مهر وطن دوستی و محبت به زبان مادری ما در دلمان از همین آوان بیدار گردد. واقعا هم رهبریت عالی برای به تعلیم و تربیت فرا گردانیدن نوجوانان و جوانان زحمت‌ها و تلاش‌های زیاد می‌کشند و همین آزمون‌های جمهوری‌ای که همه ساله برگزار گردانیده می‌شوند دلیل همین گفته‌هایند. و نگفته نماند که یکی از چنین آزمون‌ها آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است باشد که با اعلان گردیدن این آزمون پوشیدن است که صف کتابخوان‌ها نسبت به سال‌های گذشته خیلی افزون گشته است و فکر میکنم که تمام امکانیت‌ها برای پیشرفت و کمال یافتن نوجوانان و جوانان وجود دارد و مهم در این حال آن است که ما به بهانه‌جویی و غافلی راه ندهیم، زیرا در همین دوره هر یک نفر میتواند که وابسته به سمت خویش خود را رشد دهد. تمام امکانیت‌ها فراهمان. جوانی دوره بهترین است برای رشد و پیشرفت هر یک انسان و ما باید این دوره‌های بهترین حیات خود را برای بعد و یا اینکه بیهوده صرف نکنیم، زیرا آن برای ما همچون امانت داده شده است. بله. چنانه که استاد خیراندیش گفتند جوانی پیشرفت است و کوشش، ولی نه با راه مکر و خیانت، نکو دارش که دایم همراهت نیست، جوانی هست از یزدان امانت. ما جوانان قلبی بیداری وطن، صف به صف هر روز در کاری وطن، ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ، با گلی ملکی دیگر خاری وطن. این وطن را ما جوانان همه وقت به این وطن صافدلانه خدمت نماییم، زیرا وطنمان در دست خود نیست، در دست جوانان می باشد. ما آینده ملت می باشیم. هر کار کردیم، هر خدمت کردیم به وطن باید آن را صافدلانه به خیانت انجام نماییم و هر قدر میخواهیم، هر قدر که میتوانیم، هر تا که فرصت داریم، جوان هستیم، باید آموزیم و باز آموزیم. بله. خب رسالت امروزه شما چی است؟ والدانتان در خانه وابسته به تعلیم گرفتن، وابسته به دوست داشتن این وطن چی میگویند؟ دوست داشتن وطن هرچی بیشتر باید بیاموزیم، نه تنها زبان مادری خود بلکه زبان دیگر کشورها نیز، زبانهای خارجی را نیز باید بیاموزیم. به قلب تو روح حزین اوج نور میبخشی و جای درد نشاط و سرور میبخشی. زیباس که کینه و بد نیست در دلی پاکت، غریب گشته بیاید ز دور میبخشی. فضای توست مناسب برای خوانش ما، به مهر پروری علم و شعور میبخشی. و هر کنار سری ما بلند هست وطن، برای هر نفری خود غرور میبخشی. تشکر. خیلی که میگویند جوانان آینده ملتند و ما افتخار داریم که در چنین وطن عزیز و زیبا زندگانی میکنیم. وطن سرشت من، بقا و سرنوشت من، زمین زرد و هشت من، بهشت من، بهشت من. سلامت باشید خواهر عزیز. تشکر. چند رکن‌هایی است در ستون خانوادگی که پدر و مادران باید از آن استفاده ببرند و فرزندان خود را در روحیه وطن دوستی تربیت کنند؟ فرزند تقلیدکار است. بله. و تربیه را از همون پدر و مادر می آموزد و برای تربیه کردن فرزند باید اول ما خودمان ترقی کرده باشیم. بله. تا که فرزندانمان از پس ما ادامه دهنده کار ما باشند، فعالیت ما باشند و ما باید که خودمان در خانه همون مقدسات را احترام گذاریم. هر یک پدر و مادر، هر یک عائله قهرمان ها را احترام گذاریم و
پرچم و نشان و همون مقدسات ملی که ما داریم، همه آنها را ما خودمان پیش از همه باید مقدس دانیم تا که فرزند از ما آموزد. و این است رسالت ما والدین و آموزگاران. مشکل نیست با خواننده ها کار کردن، با اونا مثلا در تربیت، در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی و خود آگاهی ملی تربیت کردن؟ البته مشکلی در همه ساحه هست، ولی ما کوشش می‌نماییم آموزگاران که مشکلات را با همون یک راه و اصول خوب خاصه که هست با همون برطرف کرده و خوانندگان را در روحیه وطن دوستی و وطن پروری تربیت نماییم. بگوید که بابت مثلا تربیت خوب وطن دوستی جوانان و نورسان در مؤسسه‌ای که شما همچون آموزگار کار و فعالیت میکنید، چگونه چورابینی ها برگزار میگردانید؟ چگونه واخوری ها میشود؟ کیها مهمان شما میشوند که بابت این موضوع با خواننده ها صحبت کنند، چون ایشان اطلاعی بایتری داشته باشد در موضوع احترام به این وطن، شناخت وطن؟ از سبب که من در صنف‌های ابتدایی درس میدیم، آنها تشنه همین همه کارهایی که در جمعیت می شود، همه چارابینی هایی که در داخل تاجیکستان می شود، همه آزمون هایی که می شود، مثال تاجیکستان وطن عزیزی من، آزمون رسمی بهترین دایر به هر یک جشن هایی که در تاجیکستان است، آنها به همه چیز از ذوق دل تیاری می بینند. یعنی که آنها همه چیز را از تحت دل اجرا می کنند. از سبب کودک هستند، ذوقشان نسبت به خواندن و به این گونه کارها بسیارتر است. در موضوع وطن و وطنداری باشد، ما یک چند چارابینی ها هم گذراندیم، ساعت‌های درس‌های کشاد گذراندیم، ساعت‌های تربیوی گذراندیم و اینچنین بین مکتب‌ها آزمون وطن و وطنداری در موضوع تاجیکستان وطن عزیز من دایر به ساعت‌های تربیوی گذشت که در آنجا از دیگر مکتب‌ها آموزگاران آمده در ساعت تربیوی من شیشتند و ما آموزگاران جوان رفته در درس‌های ساعت تربیوی دیگر صنف‌ها نشسته، هم خودمان هم طلبه ها و چارابینی گذرانیدیم و بین ما آموزگاران سوال و جواب کردن از معارف ناحیه اسماعیل سامانی. از طرف ماموریت مؤسسه ما از روز استقلالیت سر کرده تا مثلا جشن‌های دیگری که در دوام انامین سال خانیش گذرانده می شود، تدبیر و چاره ها اندیشیده می شود، هم در تالار مؤسسه، در عمومی خوانندگان چارابینی ها مثلا از روز استقلالیت، روز پرچم ملی، مثلا روز زبان، روز پایتخت، اینچنین دیگر جشن هایی که وابسته به مقدسات ملی است یعنی دایر کرده می شود. باز به ضمن این از طرف ماموریت مؤسسه یعنی ساعت های تربیوی در هر یک صنف گذرانده می شود که از رفت آن مثلا نوارها گرفته می شود و به شبکه های اجتماعی یعنی به شبکه فیسبوک ارسال کرده می شود. چخیلی که ما می دانیم بیشتر انامین خوانندگان از آنی که از آیله نیز موضوع وطن دوستی سرچشمه می گیرد، باز وظیفه ما آموزگاران است که کوشش کنیم که در مؤسسه همین موضوع رو بهتر و بیشتر فهمونیم تا خوانندگان از دو طرف با انامین دوست داشتن وطن، احترام نمودن به مقدسات ملی و سهم خود را گذاشتن در یک گوشه وطن بیشتر و بهتر فهمند و معلومات تربیت یابند. خب وطن دوستی حقیقی به نظر شما کی است؟ اساسگذار صلح وحدتی ملی، پیشوای معظم ملت در یکی از برآمدهای خود گفته بودند وطن در روی شانه های شما جوانان است، پس آن را به زمین نگذارید. خیلی همین گونه است. وطن دوست حقیقی همون کسی است که در اجرای رسالت خویش صافدلانه قدم می‌گذارد. برگزاری آزمون‌های سطح جمهوری برای بلند برداشتن روحیه خوانندگان در مثلا موضوع وطن دوستی و خویشتن شناسی و خودآگاهی چگونه عامل شده می‌تواند؟ البته خوانندگان مؤسسه ما
در آزمون‌هایی که در سطح جمهوریوی برگزار می‌گردند خیلی زیاد هستند. از جمله شکرانه در آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است و صادق و شعبانو نیز در آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است که در جمهوری سزاوار جای اول گردیدند و این چنین شکرانه نیز سزاوار جای اول گردیده است و باز شاگردان زیادی داریم که در آزمون‌های علم فروغ معرفت سزاوار جایها گردیدند. البته هر یک شخصی که کتاب میخواند و کتاب دوست می‌دارد آن البته که سهم خود را به همون سرزمین میگذارد و او پیش از همه همون سرزمین را همون کشور را همچون کتاب دوست می‌دارد. ببینید خواندن کتاب هم خدمت است به وطن. خدمت است، البته خدمت کلان است. علم آموختن، خواندن کتاب، دانش انداختن این همش خدمت است به وطن که شاگردان ما نیز از اینها استفاده میبرند. البته که ما جوان هستیم باید هر یک جوانی با ننگ و با ناموس پس از بالغ رسیدنش باید نه تنها خدمت مادر بلکه به خدمت وطن مادر برود و وطن خود را همچون شهر جوان حمایت نماید. جوانی که میخواهد مادر خود را محافظت کند اولا برای آسایش خوابیدن مادر خود پدر خود اول باید به خدمت ارتش ملی برود. اگر اجازت باشد یک شعر دوست داشته خود را از استاد کمال نصرالله در وصف تاجیکستانی عزیز میخوانم. اجازت هست؟ مرحمت. گریه خندان، درد رقصان، غصه در پشت حریر اشک پنهان است اینجا، تاجیکستان است اینجا. بله. یک دعای موسفید رهکشای توست، یک نگاه خیرخواه در ورای توست، جویکی آب زلال در سراغ آفرینش، سوی آبادی شتابان است اینجا، تاجیکستان است اینجا. در چکن در اطلس و ادرس منقش، نور چشم مادر جان است اینجا، در نگارش های پرمعنای هر رنگ، جلوه 100 عصر پنهان است اینجا، تاجیکستان است اینجا. بله. سلامت باشین. تشکر. سلامت باشید. خب شما بگویید که ما باز از کدام راه‌های خوبی انسانگری از اصولهای خوب و زمان معاصر آموزگاری کار بگیریم که فرزندان ملت را خوب تربیت کنیم، اونا این وطن را دوست بدارند، روحیه‌شان همیشه بالیده باشد، واقعا با افتخار همیشه از وطن و وطنداری دست بالا سخن بگویند. وظیفه آموزگاران است که دایر به مقدسات ملی، دایر به انامین آبادی که در وطن روز به روز شده ایستاده است، انامین آزادی که ما از آن امکانیت های زیادی که ما از آن استفاده میبریم و همچون پرنده آزاد گویا ما در وطن زندگی داریم، از همین استفاده نموده کوشش کنیم که در هر یک مؤسسه همین موضوع رو بیشتر و بهتر فهماندهی کنیم و کارهای به انجام رسانیده شود. از جهت تربیوی به خوانندگان بیشتر خواندن کتاب ها، همین کتاب های اثرهای بدیعی یک سهم میگذارد به گویم که تشکل و تربیه درستی هر یک خواننده. وقتی که ما درباره کتاب گپ زدیم در اینجا، کتاب وقتی که خواننده به کتاب مشغول، خواندن کتاب مشغول می شود، این خودش از همون کارهای فسادی که در بعضی جایها هستند دور کردن همون خواننده است. بله. که خواننده را از این کنار میکشد و او رو میآورد به علم آموختن، کتاب خواندن و دوست داشتن همین وطن. وقتی که شخص کتابخوانه است، علم دوست است و هیچگاه برای بد نمی رود. البته که او در راه راست هدایت می یابد و در راه راست تربیت می شود. شکرانه این آبادی و این آزادگی کشور را کنیم که هر روز نه، هر یک ساعت پیشرفته ایستاده است. بله. و باید تلاش هایمان را نسبت هم آموختن، هم پیشرفت کردن، هم هنر آموختن از حاضر باید تلاش های زیادی کنیم که نسل جامعه را و در روحیه وطن دوستی تربیت نماییم و کارهای فهماندهی را بسیارتر کنیم تا اینکه
шукрона кунанд ки ҳамхе давлати тинҷу орому осуда доранд ва ҳамин тинҷу амонию осудагӣ ҳеҷ ҷогоҳ аз байн наравад. ташаккур мегӯям ба ҳамаи шумо барои омадан, барои иштирок дар барнома ва ба умеди оне ки ин охирин суҳбати мо сари ин суфра набошад ва бозам бо андешаҳои созгору созанда дар ҳамкорӣ бошем. ва бинандаҳои азизу иззатманди телевизиони Сафина, мо ба суҳбати имрӯзаамон нуқта мегузорем. таманно мекунем ки хонадони шумо пур аз гандум бошад, зиндагиятон осоишта бошад, ғам ҳаргиз ба даргоҳатон роҳ наёбад, ҳамеша шодмону ҳамеша масруру ҳамеша лабонатон пур аз ханда бошад ва ифтихор бояд кунем ки дар чунин ватани ободу осоишта бо номи Тоҷикистони биштосо зиндагӣ мекунем. ба умеди оне ки сулҳу субот, амну амният дар ватани аҷдодиямон абадӣ бошад. ба умеди оне ки парчами ин диёри воқеан зебо ҳамеша дар сатҳи байналмилал парафшон бошад.